پیشوای ملت اگر دز نباشه برای چی در قانون اساسی میگذاره که حسابهای پیشوای ملت رو و اعضای عائله او رو کسی حق ندارد که بسنجه. گناهایی که انجام داده است در وقت رئیس شورای عالی بودنش حق نداره که یگان کس بسنجه او را زندانی کنه. فهمیده چی جنایت کرده که لعنت کرده الله؟ خب برای چی میسنجن اوکی؟ نسنجه میشه؟ باور کزوری نسنجه میشه. انشالله میم هم ترش میکنیم که آلی نگاه که هم ترش میکنیم سنجیدن اوسو بسته در هر یه عمل کردگی جواب میگه لعنت کرده الله. در هر یه عشقی رزونده ای ملت تاجیک جواب میگه. در هر یه عشقی رزونده ای پدر این ملت جواب میگه. در هر یه عشقی زندانیه که زندانشون کردگی زن پدر و مادر و فرزندشون عذاب دیدگی جواب میگه. در هر یه قتل زیایی این ملت جواب میگه رحمانو. فهمیدی چقدر قاتل بوده است؟ فهمیدی که رحمانوف کی بوده است؟